خب دوستان، راجع به این موضوعی میخواستم صحبت کنم. یه سری از مشتری ها با من تماس میگیرن، میگن آقا برد مثلا فلان دستگاه رو دارین، برد پاور یا برد مین فلان دستگاه رو دارین. من حالا روی کنجکاوی خودم مثلا سوال میکنم آقا داستانش چیه، چی شده، مشکلش چیه؟ میگه هیچی، مشکلش با مشکل خاموشی مشتری ها، یعنی صحبت میکنم. خیلی هم تماس میگیرم بابت این داستان. مشکل چیه؟ مشکل خاموشی. چیه ایرادش؟ چراغ پاورش مثلا خاموش میکنیم، تلویزیون رو چراغ یا روشن میکنیم، چراغ پاور مثلا چشمک میزنه یا حالا علائم‌های مختلف، خاموش میشه، روشن میشه، دوباره خاموش میشه چراغ پاور. میگم خب چرا حالا اومدی دنبال برد که برد بخری؟ طرف میگه که تماس گرفتم با یکی دو تا از همکاراتون، به من گفتن برد مثلا مین میخواد یا حالا برد پاور میخواد. میگم خب اون بنده خدا هنوز ندیده برد تو رو، چجوری به شما گفته که برد مین یا برد پاور باید تعویض بشه؟ مثلا الان برد پاور رو واسه من یه مشتری با همین داستان آورده بود، میگفت به من گفتن که باید برد پاور تعویض بشه. خب من بهش گفتم که کی گفته؟ گفت یکی از همکاراتون. البته گفت دو تا با دو نفر تماس گرفتن، گفتن برد پاور باید تعویض بشه و اینکه خیلی هاشون گفتن اصلا قابل تعمیر نیست. این حیوان داشته تو خونه بنده خدا، عروس هلندی داشته، میرفته روی تلویزیون میشسته، حالا خرابکاری میکرده، از پشت میومده پایین، خرابکاری میرفته از لای اون هواکش قاب تلویزیون میومده تو، حالا یه مقدار رسیده بود به این برده که برده سوزونده. چند نفر میگم از چند نفر سوال کردم، گفتن اصلا این داستان آب خورده، قابل تعمیر نیست. 2 نفرم به من گفتن که برد پاورت باید عوض بشه و 3 میلیون هم هزینه‌شه، برد پاور باید عوض بشه. من هر کدوم، یعنی تا بهتون بگم شاید در ماه 30 تا 40 تا مشتری اینجوری تماس میگیره با همچین داستانی. من حالا چون وضعیت جامعه خرابه، یه خورده گرونیه، من راهنماییشون میکنم، میگم اگه دوست داری بیارید حالا من ببینم چه شکلیه، چون اون بنده خدا همکار ندیده اصلا، یا یه سریاشون هم میبینن ولی نمیخوان تعمیر بکنن. مثلا الان این برد پاوری که واسه من آورده 3 تاش خرابه این خازنا، ولی من میگم 5 تا، چون باید 5 تاش عوض بشه. 5 تا خازن اینجا داره، 2 تا ماسفت اینجا داره. حالا این 5 تا خازن در کل حالا برای ما که تعمیر کاریم خرید میکنیم. این خازنای 450 ولت 47 میکرو دونه ای 8000 تومنه. ببینید 8 5 تا 40,000 تومن اینجا. این ماسفت ها، این 2 تا ماسفت، 2 تا شبیه همه. این ماسفت ها دونه ای 30,000 تومنه. این 60,000 تومن تا اینجا. این 60 تومن این 2 تا، اینم 40 تومن، این 100,000 تومن تا اینجا. 2 تا ترانزیستور هم اینجا داره، ترانزیستور ماسفت، اینا هم دونه ای 40 تومنه، اینم 80. این تا اینجا 180,000 تومن. 2 تا دیود شاتکی هم اینجا داره، اینا هم دونه ای فکر میکنم 80,000 تومن بود. 180 با 160 280 340,000 تومن فکر میکنم تقریبا. و یه دونه هم اینجا ماسفت داره مجدد، این هم فکر کنم 30 تومن بوده قیمتش، چون آمارشون رو در بردم. 30 تومن با 340 تومن میشه 370,000 تومن. حالا اصلا 500,000 تومن. این برد من با 370,000 تومن دارم این برد رو تعمیر میکنم. خیلی ها بهش گفتن، یعنی 3-4 نفر گفتن اصلا قابل تعمیر نیست، تلویزیونت کلا بندازش دور. 2 نفرم بهش گفتن برد پاورت باید تعویض بشه و اینا هم یه خورده، این برای تلویزیون دیوو LCDه. چند جا گشته بنده خدا گیرش نیومده، یا اگرم کسی داشته بهش قیمت‌های فضایی دادن، تا حتی 4 میلیون هم بهش قیمت دادن.
منظور حرف من اینه که با 370,000 تومان این برد داره تعمیر میشه و احتمال 90% راه میفته. اینو میخوام بگم که من نمیدونم یه سریا میگم اصلا طرف باز نکرده بردو تلویزیونو، ببین اصلا داستانش چیه، تلفنی گفته تعمیر نمیشه یا مثلا باید تعویض بشه یا اصلا کلا تلویزیونت خاموش، کلا تعطیل بنداز اونور. آقا تو بیار اینو باز کن، تلاش خودتو بکن. به نظر من هر کاری آدم تو خیابون هم میخواد جارو بزنه باید با عشق کار کنه، با عشق جارو بزنه تو هر کاری که باشه. خلاصه داستان این بود گفتم یه ویدیو بگیرم راجع به این موضوع به مشتریا که هر کی به شما گفت برد باید تعویض بشه، مخصوصا کسایی که تلفنی بهتون میگن، شما بدو نرید دنبال تهیه برد. یکی دو جا نشون بدید، به چند نفر نشون بدید. حالا من خودم زیاد تجربه هم ندارم، خیلی حرفه‌ای نیستم تو این کار، ولی خب تا اون جایی که من میدونم و وجدانم اینو میگه نباید این کارو بکنید. هزینه بی خودی نباید بتراشید واسه مردم تو این وضعیت. هوای هم دیگر رو یه خورده داشته باشید. سلامت باشید، لطفا حمایت کنید. ممنون.